ساعت 5 صبح بیای با هم آماده شیم بریم دعوا. آسیا پاشو دعوا بریم دعوا بودو. چون دعوا یه کار خیلی مردونه است شما حتما باید یه میکاپی بزنید که مردونه ترین حالات ممکن باشه. بیا بودو. نه بیا اینجا مگه بدون میکاپ میشه بریم جای میخوام بکنن ما یعنی باید میکاپ بکنیم. خب بریم میکاپ بکنیم. یکم کانسیلر مردونه. بیا فقط ارشیا دعوا کار مردانه ببین. بابا یه قدم واه فرای چی یه معلومه. میکاپی بزن ارشیا همه برینن تو خودشان. ریدن تو خوبه بی‌نظیره. واسه تو یکی بزن تو ابروی من یارو بترسه. سریع نه از اون بالا چشم بردار. یه خط چشم میکشم به تیزی چاقوهای دشمن. اکی نمیتونیم بریم دعوا. چه؟ خط چشام تو ماشین جا بابا گذاشت. این نره زغال هست. با زغال خط چشم بکشی. خوب شد. عالیه. صاف درآمد میرینن تو خودشان. معلومه که چون دارم میرم دعوا کرم پود رو کم میزنم مگه دارم میرم جنگ. رو تایلیونه بیار بریم بابا دعوا. بخریم با تاجر بریم جنگ. الان با کانسیلر بزنیم. خب بزنیم. بریم. بزن کرم پود. بزن وایسا. دوباره بزن. چرا زیاد میزنی؟ بابا او برای جنگ زیاد میزنه ما داریم میریم دعوا. یه جوری کاتگونه میندازم از دور منو دیدن بترسن. به نظرت خوب الان ما ببینن گریان تو نه داداش هنوز کاتگونه نزدیم. ما همین صورت ما رو سفید کردیم. کاتگونه نباشه اصلا به همین شانم قانون میکنن. برو بیار گونه رو بکاتیم. باشه. بزن کاتگونه بزنیم. گوش ما خوب شد. شنوایی من دست دادم. چی؟ تازه اونا نمیدونن که من تنها نیستم و یه سگ شکاری دارم همراه هم میبرم که تک تکشون حریفه. سگ شکاری نریم چگلی بگیریم سر ما. من نداری غم نداری. تا من لو بریم به دعوای مردونه هم برسیم شما هم این پست واسه دوستاتون بفرستید با هم دیگه بریم دعوا. مراقب خودتون باشید. خدافظ. یعنی نمیخوای ما رو ببری؟ ما 2 ساعت آرایش کردیم من. الان من این میکاپت بری دعوا کردم باید کیه پاره بکنم؟ باید دهنو کیت بریز بکنم؟ قرار ما این نبود. بابا این بچه را خوابی دار کردم.